اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام. امروز باز هم خوشبختانه ما یک صدقه جاریه را افتتاحش میکنیم که 12مین چای بنیاد خیریه غفاری است که هزینه افری را محترمه فاخره مقصودی و محترمه ناجیه خلیل الله برای ما ارسال کردن. ما در قریه شیرآباد ولسوالی دیدادی ولایت بلخ هستیم. اینجا بزرگا و طفلای منطقه حضور دارن. همراه از این بزرگا صحبت میکنیم که اینا قبل از افر چی مشکلات را داشتن. سلام برسه کاکا، خوب هستین انشالله؟ سلام بر شما، احترام. میشه که باباجی شما بگوین که قبل از افر ایچا مردم با چی مشکلات مواجه بودن؟ مشکلات مردم با می بود که به نظر با می کمک که شما برادران آمدین در قریه ما یک تعداد کمک خیلی کردین. خیر بینید، شما تشکر میکنیم از این مسئله. ما خیلی خوشحال هستیم به خاطر از اینکه فعلا پیش از شما ماچه دو نداشت، مردم با بسیار فقر گرفتار بودن و تشکر که شما گفته هم انجام بدین. امروز ما مردم کمک خیریه کردین، کمک جاری کردین. ما از مؤسسه شما، از انجینرهای شما خیلی تشکر میکنیم. بخیر باشین. این آچا که اینجا نبود، آب نبود، همین مردمی محل از کجا او می آوردن؟ چقدر فاصله اینا طی میکردن؟ تقریبا 1 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر شاسرا میرفتن، از جوی او می آوردن و اینجا او نبودن. مردم در نماز که من شاسرا بیچاره نمیتونستن که اینجا پشت او بیان، ولی مشکلات رفع شد. ما شما خیلی تشکر میکنیم که قدم ما زحمت کشیدین. گفتم از انجینرهای محترم که زحمت کشیدین، تیل مصرف کردین. ما از پیش شما خیلی خوشی میکنیم. خانه شما آباد، خیر ببینین. تشکر. بخیر باشین، زنده باشین. جناب نماینده صاحب، شما میشه بگوین که در این منطقه و مربوط به این مسجد و این چایاب چقدر فامیل زندگی میکنه؟ در این منطقه یگان 150 خانه است. بله. سابق یک چاه داشتیم و چای ما خوش شد. یعنی 1 سال 1.5 سال میشه که چاه خوش دی، مردم بسیار دعا و ضرورت داشتن. یعنی شما را خدا خیر بده که نمی چاه را روشن کردین، ما آوش کشیدین. یعنی مردم خیلی دعای نیک میکنن. ان شاء الله به می 1.5 صد فامیل چای او دیگه ان شاء الله میرسه و مشکلشان حل میشه. بیخ مشکلشان حل میشه. خیر. با افری چا همگی اعضای ما خوش هستن ان شاء الله. بخیر باشین، زنده باشین. جناب مولانا صاحب اینجا حضور دارن. از اینا هم تقاضا است که پیرامون صدقات جاریه و این خواهرای ما فاخره مقصودی و ناجیه خلیل الله که از این افری روان کردن چیزی گفتنی اگر دارین شما بفرمایید. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم. صدق الله العظيم. دوستان از وقت شما بیشتر نمیگیریم. اظهار تشکر میکنیم که نامشو نگرفتیم. چی بود؟ فاخره و ناجیه. فاخره و ناجیه واقعا که سخت ما همکاری کردن در گذر و در منطقه ما، چون خبر نزی از جا پیش یک جای دیگه دی طرف بود، آبش خوش شده بود. مردم بسیار در مشکل مواجه بودن. دیگه مسجد کسی که می آمد یک مسافر بود دیگه بود، دیگه به فکر بود که از کجا آب بیاید که ما وضو بگیریم. و همچنان خود این گذر که آب ضرورت داشتن میرفتن در راه دور، 5 دقیقه را 10 دقیقه را میرفتن آب میآوردن. بسیار یک مشکلات سخت ما مواجه بودیم و اظهار تشکری میکنیم که شما ایجاد اینجا کردین. الله در مال شما، در زندگی شما برکت نصیب بگردانم. اما برای همشیره ما گناهش گرفتین اما دادانم و همچنان برای همکارایشون که شما همکاری کردین که در اینجا آمدین، همکاری کردین سخت. بسیار ما اظهار خوشنودی میکنیم از دیگه ان شاء الله. بخیر دیگه ان شاء الله وقتونو بیشتر نمیگیریم. کدام شما اگر کدام سمی گفته باشین یا بخیر دعا میکنیم، دعا خیر کنین که بخیر دعا میکنیم که الله ان شاء الله به خواهرای ما و خصوصا با همکارایشان، با عمرشان، با زندگیشان، با مالشان برکت نصیب بگردانم. و همچنین خواهان هستیم که در همچون منطقه‌های گمدر نیاز به ها داره، به کمک ها دارم. از شما خواهان همکاری و کمک بیشتر میپاشیم. در آخر دعا میکنیم که الله با مالشان بیشتر چیز بکنم، مال بیشتر، زندگی بیشتر برشان نصیب گردانه. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین یا رب العالمین. جان سپاس از همگی. حال دیگه همیشه افتتاح هر چهارم کردیم، این بار هم بازم من افتتاح چهارم میکنم. یکی از دوستا و پمپا بکنه که از یا یک استفاده بکنه.